سلام، مهمان امروزه برنامه ما عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی است. آقای جوادی به برنامه ما خوش آمدید. هفته‌های اخیر گزارش‌ها زیاد است که مثلا فیسبوک، یوتیوب یا توییتر یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با دستور دادگاه کشور علاهیده دسترسی به محتوای مطلبی مخصوصی را ناممکن می‌کنند که مخالف آزادی بیان است. سبب این چه هست؟ ترس از دست دادن بازار یا چیزی دیگر؟ به نظرم این موضوع کلی پرینسیپیال گفته شما تاجیکا هست، به این معنا که آزادی ها و مسئولیت های فردی و اجتماعی یک شخص و یا یک جامعه تا چه حدی هست و چه کسانی در این آزادی ها مداخله میکنن با چه عنوانی و یا بهانه‌ای. طبیعی است که آزادی هیچ کس نامحدود نیست. یعنی شما اگر در زمینه فیسبوک و یا یوتیوب بگویید، اگر کسی در یوتیوب یگان ویدیویی بگذارد و مردم را به قتل مثلا بیدین ها یا قتل مسیحی ها یا قتل مسلمانان یا دعوت کند، یک مقامی، مرجعی، ارگانی باید باشد که پیشگیری بکند از این، چون که این تشویق به قتل است و یا اینکه اتهامات بی اساس است ضد یک کس یا یک گروه. بنابراین مثل همه چیزهای دیگر، مثل همه قانونهای دیگر، یک عده مسئولیت ها هستن، یک عده آزادی ها هستن. این یک فاکتور است به نظر من. یک فاکتور دیگر این است که همه اینا که میگویید، یوتیوب است، فیسبوک است، توییتر هست، بقیه هم هستن، اینترنت ها، پرووایدر های اینترنت هستن، اینا شرکت هستن، اینا میخواهند منفعت کنند و پول درآورند. البته بعضی شرکت ها اونقدر بزرگ هستن که اینکه از تاجیکستان پولی در میآید یا نه براشون مهم نیست واقعا. ولی خب البته مثلا چین، کتابی میگویید شما، چین با نمیدونم 700 میلیون کاربر اینترنت برای یوتیوب و یا اصولا برای کسانی که در اینترنت کار میکنن مثل یوتیوب، مثل فیسبوک و دیگران مهم هستن. بنابراین اینه که شما سوال میکنید، جوابش بسیار پیچیده است، عوامل مختلف دارد. اما حکومت ها هم طبیعتاً بگویم سوء استفاده بر راحتی میتونن بکنن، چون که هیچ شرکتی نمیخواهند خلاف قانونهای اون کشوری که در اونجا کار میکند عمل کنند. هیچ شرکت، یعنی در اون صورت با اون شرکت اجازه داده نمیشود که کار کند در اون کشورها. ولی این از نظر سیاسی اگر بگوییم که دولت ها، حکومت ها از نظر سیاسی، فرض کنید که در یگان جایی در ترکیه مثلا کسی با پرزیدنت ترکیه تحقیر کرد و یک بچه، یک جوانی این کار کرد و به خاطر اون گفتن که ببندید، مثلا در یوتیوب اونو بردارید و یا در فیسبوک اون کامنت رو بردارید و یا صفحه‌اش رو ببندید و غیره. این سوء استفاده های سیاسی میشن. ولی در پرینسیپ هم واقعیت هم این است که دوتا هست. یک این است که آزادی ها محدودیت دارد، یکم. دوم این که این شرکت ها میخوان حتما یک منفعتی بکنن. میتوان گفت که در آینده حکومت ها از این نوع امرها بیشتر صادر بکنند و سوء استفاده کنند از قدرت خود و به شرکت های بزرگ فشار بیارن که این محتوا را بردار، اونش را نبردار. بستگی دارد به حکومت ها و اینکه در آینده چه حکومت ها چه سیاست های در پیش خواهند گرفت. طبیعتاً که حکومت های، حالا فقط میگوییم از نظر سیاسی میگوییم، اگر حکومت ها تمایلات، تندنسی های اتوریتری داشته و مستبدانه داشته، با استبداد خو باشند، اگر طبیعتاً در آینده هم ادامه میدن به این چیز. منتها حالا که بحث شما یعنی از نظر سیاسی میکنید، من چند نمونه میدم. به نظر من در بعضی موارد، حتی مخصوصا در آسیای مرکزی، ما مثلا مثال قزاقستان داریم. در صحیفه آزادی قزاقی، رادیو آزادی به قزاقی و روسی برای قزاقستان،
هر موضوعی که درباره دولت اسلامی اسلامیک استیت پخش می شود از طرف رادیوی آزادی که طبیعتاً حالت تنقیدی دارد نسبت به ترور گروه دولت اسلامی و غیره، ولی هر موضوعی باشد این مقاله ها همشون سنزور میشن، قطع میشن، یعنی مردم در اونجا نمیتونن اینا رو بخونن. مشکل من به نظرم این است که از نظر سیاسی در بعضی از این کشورها خود حکومت ها و یا حداقل کسانی که مسئول پرووایدرها هستن و مسئول قطع کردن به اصطلاح یا اینترنت یا فیسبوک یا اون مقاله فیسبوک یا اون مقاله فلان هستن، خودشون نمیدونن منفعتشون در کجاست. میتونم در عموم گفت که در مجموع بستنی هرچی بیشتری وبسایت یا محتوای مخصوصی در شبکه‌های اجتماعی باعثی محدودتر شدن آزادی بیان در کشورهای علاقه میشه. صبر مطلق نمیشه و اینو گفت. منظور من این است که حکم مطلق نمیشه داد که نباید به هیچ صورت محدود کرد. به نظرم نمیشه و اینو گفت، چون که قانون هم هیچ جای دنیا آزادی نامحدود نیست. یک، ولی راه‌های سوء استفاده رو باید بست. اون راه‌های سوء استفاده رو کی میبندد؟ اساساً حکومت‌ها میبندن. حکومت‌ها میتونن بهانه کنن اون محدودیت‌هایی رو که ممکن است واقعاً درست هم باشن، اونا رو بهانه میکنن به نفع خودشون، بر نفع بقای حکومت خودشون. اونجا هست که به نظرم باید در مقابل اونها ایستاد و مقاومت کرد. تشکر. مهمان برنامه امروزه ما آقای جوادی، عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی بود. تشکر آقای جوادی. تشکر از شما.